اعلان: کتابخانه مرکزی شهر ترسونزاده خواهشمندان را به آزمون جمهوریوی بیبلیومعرفان تحت عنوان همنشین به از کتاب مخواه دعوت می نماید. آزمون مذکور با مقصد احیای سنت‌های کتاب دوستی خلق تاجیک، جلب نسل نورس به مطالعه کتاب، تشکل خصلت‌های بهترین اخلاقی نسل نورس و آمادگی آنها به حیات مستقلانه. اینچنین ارجگذاری به میراث نیاگان، ارزش‌های ملی و عموم بشری برگزار کرده می شود. دقت: شرط‌های آزمون چنین است: اشتراکچی آزمون عضو یگانه کتابخانه حدودی شهر باشد. ادبیات ضروری را از فهرست کارتoteket کتابخانه دریافت کرده تواند. کتاب‌های خوانده‌اش را به همسالانش معرفی کرده تواند. رویخطی کتاب‌های مطالعه کرده‌اش را به هیئت حکمان پیشنهاد نماید. کتاب‌های خوانده‌اش را با فکر و ملاحظات در دفترچه مخصوص قید نماید. که آزمون بیش از 4 کتاب را آید به تاریخ و فرهنگ تاجیکستان مطالعه نماید. اینچنین 4 کتاب را از آثار کلاسیکان ادبیات تاجیک و فارس و معاصر در وصف وطن مطالعه کرده باشد. آید به قهرمانان خلق تاجیک و قهرمانان تاجیکستان معلومات داده توانند. بخشیده به موضوعهای استقلالیت، مقدسات ملی، زبان دولتی، صلح و وحدت ملی، جشن‌های نیاگان، انشاءات بزرگ و شخصیت‌های نمایان کشور معلوماتی کافی داشته باشند. به سوال‌ها آید به ثروت‌های زیرزمینی، آب، فضای هوایی، عالم نباتات و حیوانات و دیگر بایگری‌های طبیعی تاجیکستان جواب صحیح داده توانند. یادرس می‌شویم که آزمون مذکور از سنه 29 ایول تا 29 آگوست در تالار کتابخانه مرکزی شهر ترسونزاده دایر کرده می شود. شتابید خود را به کتاب و عالم رنگین آن بپیوندید.